انیمیشن گراویتی فالز همون آبشار جاذبه که پر از نکته و تئوری و سوال و راز حل نشده بود. بعد از اومدن کتاب بیل سایفر تقریبا همه این مسائل حل شدن، ولی یه نکته موند، یه نکته و یه تئوری خیلی ترسناکی موند که هنوز براش هیچ جوابی نیست. اگه این تئوری رو بفهمی چیه، مو به تنت سیخ میشه. و اگه میخوای بدونی اون تئوری چیه، باید بیای دنبالم داخل این ویدیو. خیلی خوش اومدی به این ویدیو دیگه داخل کانال من راجع به انیمیشن گراویتی فالز. ولی این سری من نیستم که تئوری طرح میکنم، منم که دارم میپرسم که به نظرتون این دلیلش چی میتونه باشه. این اتفاق خیلی خیلی وحشتناک و ریسک، مطمئنم هیچ کدومتون بهش دقت نکرده بودین. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، خیلی 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 خوشحال میشم اگه نظراتتون رو برام توی کامنت ها بنویسین، بهم بگین که دوست دارین راجع به چه انیمیشنی براتون ویدیو بسازم و ویدیو رو لایک کن اگه دوست داشتی و تا آخر ویدیو موندی. چیز دیگه ندارم بگم، بریم سراغ ویدیو. داخل فصل 2 قسمت اینتو د بانکر میبینیم که همون گنگ گراویتی فالز با یه دونه شیپ شیفتری مواجه میشن، با یه دونه موجود تغییر شکل دهنده‌ای مواجه میشن که میتونه خودشو تغییر شکل بده، همون جوری که از اسمش پیداست، میتونه به شکل‌های مختلف تبدیل بشه. و نکته اساسی اینجاست که همین شیپ شیفتر وقتی که زندانی شده بود و به تله افتاده بود داخل اون یه دونه محفظه‌ای که بود و شکستش داده بودن اون گنگ گراویتی فالز خودمون، یه سری جمله‌های خیلی ترسناک و وحشتناکی رو گفت که اون جملات اینان: خیلی باهوشی مگه نه دیپر، ولی اصلا نمی‌دونی در مقابل چه چیزی قرار گرفتی. هیچ وقت نمی‌سنده رو پیدا نمی‌کنی. سرنوشتت بدتر از اون چیزی میشه که فکرشو بکنی. این آخرین حالت خواهد که قبل از مرگ داری. و این جملات رو گفت و به دیپر پاینز نشون داد که آخرین پوستچری که میگیره، آخرین جستی که میگیره موقع مرگ چیه و بهش نشون داد که چطوری میمیره. خیلی جالبه نه؟ و سوال برانگیزه. بریم داخل ادامه ویدیو متوجه میشید چرا سوال برانگیزه. چرا؟ چون که یه بار دیگه ما داخل همین انیمیشن دیدیم که دیپر همین شکلی میشه. داخل چه قسمتی؟ اونم داخل قسمت دیپر میخواست با اون روح خبیث حالا داخل اون قصر مبارزه کنه، ازش شکست خورد و دقیقاً تبدیل شد به همون شکلی که همون شیپ شیفتر و تغییر شکل دهنده همون موقع بهش گفته بود. دقیقاً همون شکلی، ولی با یه تفاوت که این سری به چوب تبدیل میشد و یخ نمیزد. سوال اینجاست که چرا؟ دقیقاً حتی دوبلورهای این انیمیشن همون ساوند افکت و ریورب رو روی دوتا از سکانس ها یه بار استفاده کردن. یعنی میدونی چی میگم؟ الان برات میذارم ببینش. حالا سوال اینجاست که پس چه ربطی دارن این دوتا به هم دیگه، غیر از اینکه شبیه همه و یه صداتشون در اومد و همه چیشون مثل همه؟ حالا اینجاست که شیپ شیفتر به دیپر پاینز گفته بود که تو اگه بری دنبال کتاب و دنبال نویسنده، احتمالاً این باشه سرنوشت تو و این شکلی میمیری. هر چقدر بیشتر بکنی، دیگینگ داخل دوبله انگلیسی میگه، تهش میرسی به همین قضیه که این شکلی میمیری و آخرین فرمی هم که داری این شکلیه، بهش نشون دادن. ولی داخل اون یکی قسمت که تبدیل شد به چوب و اون شکل ناقص شد و مرد یه جورایی، اصلا ربطی به کتاب و نویسنده و جورنال و اینها نداشت. پس یعنی چی؟ داره اینجا چه اتفاقی میفته؟ یه سوال دیگه هم اینجا پیش میاد که اصلا این تغییر شکل دهنده ها مگه میتونن آینده رو پیش بینی کنن؟ پس اگه آینده رو میتونه پیش بینی کنه که دیگه از دیپر و میبل دو تا بچه سال که دیگه شکست نمیخوره، مگه نه؟ ولی خورد، به شدت هم شکست خورد، با اینکه میتونست آینده رو ببینه. خیلی جالبه. خیلی سوال هست و واقعا جوابی برای این سوالا وجود نداره، من نمیدونم چرا. ولی خب میتونه یه دلیل دیگه ای هم داشته باشه، این که فقط اون شیپ شیفتر لحظات آخر عمرش و میخواسته یه جورایی دیپر رو بترسونه، همونجوری که قبلا تلاش کرده بود دیپر و میبل رو بترسونه، الان هم تلاش کرده بود یه جوری دیگه اونا رو بترسونه. این میتونه قابل توجیه باشه، ولی این
قابل توضیح نیست که چرا یه بار دیگه همون شکل و همون صدا رو در میاره دیپر جلوتر توی قسمت دیگه. این سوال خیلی بزرگیه و جوابی براش نیست واقعا. خب شاید به هم بگین که این بی‌معنیه و کاملا تصادفیه، ولی داخل هر انیمیشن دیگه غیر از گراویتی فالز اگه این قضیه پیش میومد میگفتم درسته، حق با شماست، اوکی، خدا حافظ. ولی داخل گراویتی فالز نه، داخل گراویتی فالز اینطوری نیست. گراویتی فالز انیمیشنیه که میاد این رازها رو میسازه، میذاره برای بیننده ها تا بیننده ها برن دنبالش و اونا رو حل کنن. داخل دنیای واقعی هم دخیلشون میکنه. شما بیننده ها رو میفرسته تو فلان جا که برن دنبال فلان چیز بگردن تا فلان چیز رو با فلان چیز بکنن تو فلان چیز تا فلان چیز باز بشه و فلان چیز دیگه توش بیاد بیرون تا دست پیدا کنن به فلان راز انیمیشن. خب پس به هم نگین که این اتفاقیه. خیلی ممنون میشم اگر همه نظراتتون راجع به این قضیه داخل کامنت برام بنویسین و همین دیگه برام بنویسین تئوریاتون چه داخل یه ویدیو براتون میگم. اگه زیاد شدن کامنت ها مثل قدیم، مراقب خودتون باشین خیلی زیاد. خدا یارو نگهدار.